حاجی انقدر پاکتش تنگه و با لگد بزنی توپ بیفته. الان کانال بدترین کانال چقدر پول نمیاره؟ شاید باورت نشه ولی یوتیوب منو نجات داد. همین اصلا خنده دار میشه. تو منتظر نیما صبح بلند شه ویدیوشو تو توالت بذاره بیرون بعد صدای گوز بیاد بگه اه. هیچ کسی تو این دنیا دلش برای تو نمیسوزه. یو سلام به برابرکس یوتیوب، سوال اقتصادی هستم. امروز با میشه خودتو معرفی کنی؟ من کوچیک شما نیما متقی. آقای نیمای گل چرا هستی؟ یه توضیح بده. یوتیوب چیه؟ اینستاگرام چیه؟ برابرکس تو نمیشناسن. ببین چیز عجیبیه، من یکم مخاطبام خواستن. چرا؟ من تو 3 تا رشته کار میکنم سهیل، و اینکه میخواستم تو پادکست خودم اینو بگم دیگه، همینجا بگم بهتره. من آدما بیرون منو میبینن میشناسن، نمیدونم از کدوم کانال اومدن منو میشناسن. بذار بهت بگم 3 تا کانالم چیه. من یه کانال دارم کمدیه، فانه. اوکی، یه دونه دارم پادکست ریسرچ شوه که مربوط به رابطه دختر پسر و چه میدونم فمینیستی و آنتی فمینیستی و اینا. یه شاخه دیگه کار میکنم که این اولین بار تو ایرانه، بیلیارد و اسنوکره. حالا یکی میاد سلام میکنه من نمیدونم از طریق کدوم و بعد چه ریاکشنی داشته باشه. بعد تو هر 3 تا اینا من 3 تا کاراکتر دارم. تو اون باید جدی باشم، تو اون باید فان باشم، تو اون باید یه آدمی باشم که در جایگاه نقد و بررسیه. و فالوورای عجیبی دارم. یه سلام هم به تمام فالوورای سوال اقتصادی. چقدر چیز داری؟ یوتیوب چند تا سابسکرایبر هست؟ خب اسنوکر شوم 40 یا 45 تاست، نگاه نکنم ولی فکرم 40 کیه. بیلیارد شو 25 کیه، خوردشو یادم نمیاد. بعد ارزم به حضور گرامت که الان که دارم صحبت میکنم باهات اینستاگرام هر 3 تاشون 70 80 94 همچین چیزیه. نایس. پس آره همه خوب. ولی ویوها میلیونی، ولی ویوها اینستاگرام هم میلیونیه. آخه یه بحثی هستش سوال، بذار اینطوری بهت بگم راحت تره. مثلا آره. اسنوکر شو من که 40 کی هست، اوکی، این حکم یه دونه یوتیوبر 400 کی داره. چرا؟ به خاطر اینکه کل خانواده، اینا باید بگم من اولین نفر توی ایران هستم که این رشته رو، مثلا بذار اینطوری بگم، من صدف بیوتی میشناسی؟ آره. خب صدف بیوتی اولین کسی بود که توی میکاپ اومد کار میکاپ کرد و آموزش داد، درسته؟ ما نداریم غیر از صدف، یعنی استارت قصه بوده. مال ما جالبه، من بودم و هستم، یعنی اولین نفر بودم و تا الانم که دارم باهات صحبت میکنم اولین نفری بودم که اومدم تولید محتوا کردم در رابطه با بیلیارد و اسنوکر و خیلی دوست داشتم. حالا چرا میگم 40 کی خیلی زیاده، حکم 400 کی رو داره. ببین کل خانواده بیلیارد و اسنوکر یعنی چی؟ یعنی فرض کن من، برادرم، خواهرم، چه میدونم مامانم، بابام، ایکس و ایگرگ و کل خانواده بیلیارد دارم حساب میکنم. ما کلمون با هم دیگه 10,000 نفر نیستیم. یعنی همه بازیکنایی که بازی میکنن خانواده هاشون هم بیاری، ما به 10,000 خیلی حال میدم ها. این عدد رو 5,000 تا هم نیست، خب 10,000. ولی من الان 40 کی مثلا اسنوکر شو دارم، واقعا چیز عجیب غریبیه. و خب قاعدتا خیلی هم نمیدونن اسنوکر و بیلیارد فرق میکنه. فرقشون توضیح اسنوکر اون میز بزرگ است، همه چیش. ببین فرق بین بیلیارد و اسنوکر رو بخوای در نظر بگیری، مثل این میمونه که ما با هم دیگه بریم تنیس بازی کنیم یا پینگ پونگ یا بریم بدمینتون بازی بکنن. همشون راکت دارن، همشون توپ دارن، اما زمین تا آسمون فرقشونه. فدراسیوناشون با هم دیگه فرق. حالا توی ایران چون حالا نمیخوام هی خوردش بکنن، بیلیارد و اسنوکر رو کنار هم دیگه گذاشتن که واقعا باید همینطوری باشه، اوکی. ولی تو دنیا اصلا بیلیارد یک فدراسیون جداگانه داره، اسنوکر یه فدراسیون جداگانه داره. و اسنوکر اون میز بزرگ است که 15 تا توپ قرمز داره و یه توپ زرد، سبز، قهوه‌ای، آبی، صورتی، مشکی داره. و اونم که همه بهش میگن، حالا جالب بگم توی ایران همه میگن بریم با هم دیگه 8 بال بازی کنیم. بابا 8 بال ما نداریم، اسم این بازی پاکت بیلیارد. بازی های مختلفی روش انجام میشه، مثل 8 بال، 9 بال، 10 بال، اسمش هم روشه.
ایت بال اونی که توپای دو رنگ برای یه نفر میشه، توپای رنگ برای یه شخص دیگه میشه، همشونو میزنن، آخر سر توپ 8 رو میزنن. توپ 9 بال از 1 تا 9 باید به ترتیب بزنی، شانسی هم میتونی بندازی. توپ 10 بال از 1 تا 10 باید به ترتیب بزنی، اعلامی هم هست، شانسی نمیتونی بزنی. من خودم عاشق 10 بالم. تنبال وقتی میذاری بعد اول توپ یکو بزنی. آره. بعد و خیلی قوانینای هر خاص توپ خوش یه دونه داره. امتیاز داره، یا توپ یک، توپ دو چیزی آره. دیگه. اونی که تو داری میگی اون پیرامید قدیمی بود، بهش میگن 71. من یه چیز بگم، من 24 سال دارم بازی میکنم ورزش، از سال 1180، یعنی از اون موقعی که این ورزش مجوز گرفته بهم نمیاد ولی از اون موقعی که مجوز گرفته، بذار اینطوری بگم، تابستون 1379 بود یا زمستون 1379 این ورزش توی ایران مجوز گرفت که میتونه فعالیت کنه، فدراسیون داشته باشه. ما از سال 1180 تو این بازی هستیم تا الان که در خدمت هستم. بس این سه تا نوع بازی که الان گفتی، چند نوع بازی 8 و 9 و 10، اینا مال بیلیارده، درسته؟ اینا برای بیلیارد. خب البته اینو بگم کشورهای مختلف هم بازی‌های مختلف خودشون دارن، و مثلا اروپایی‌ها، روسیا، مثلا روسیا یه دونه بازی دارن. فیلم‌های قدیمی بهروز وثوقی یادته یه توپ قرمز بود همه سفید بودن؟ روسا ببخشید دیوونن ها، اصلا بازیاشون میگم سرد بوده، کسی نمیرفته اون بالا، یه دعیوس کنگوشات میرفته، بعد بازیو بعد توضیح میداده، اینا رو میموندن. به خدا اینجوریه. داشتیم تخته بازی سم میدارن روساها. تختشون دیدید حالا؟ نه. تخته که بازی میکنن دیدی ما 5 تا میذاریم، بعد 3 تا میذاریم، بعد 2 تا میذاریم فلان. خب اینا همه رو میذارن چپ، همه رو تموم شد، از اول شروع میرن. یارو که رسید اونجا گفتن آقا این 3 تا داره، گفته نه دیگه بذار اول شروع کن دیگه. اونم گفتن منطقی. می‌بینی 12 تا گوشه تو اولی، اونم 12 تا گوشه اونجا، بعد شروع کردن دونه دونه رفتن تا برسن به اون ته. خب حالا بگو بیلیاردش چه ریختیه؟ حالا اینو میخوام بگم. بیلیارد روسا آقا یه پاکت دارن، خب بهش میگن پیرامید، اسم بازیش پیرامیده. اوکی حاجی، انقدر پاکتش تنگه و با لگد بزنی توپ بیفته، ولی خودشون عالی بازی میکنن. یعنی اونا برای ما سمه. اونا اگه به خانومت بگی فکر کنم دیده، بزن پیرامید. بعد کیا بازی میکردن قبل انقلاب؟ فیلم‌های بهروز بود تو باشگاه بیلیاردا بودن، اونا پیرامیده. اونا اون میزای پیرامیده. حالا یه چیزی که هست، وای اینو بهت بگم پاره میشه یخنده. یه دونه چیز بود، یه دونه ایرانی‌ها اومدن یه بازی اختراع کردن رو میز اسنوکر، اون بزرگه. خب قانون خودشونو در آوردن. حاجی این بازی ته نداشت. اسنوکر اینطوریه که شما 15 توپ قرمز میزنی، با هر توپ قرمز جایزت میتونی یه رنگی بزنی. درسته؟ خب اوکی، پس قرمزا رو 15 تا رو فرض کن میزنی، با رنگیش میزنی، حالا رنگیا میمونه رو میز دیگه. حالا به ترتیب امتیاز توپای رنگ برمیگردن تو بازی تا زمانی که توپای قرمز رو میز باشن. خب 15 قرمز تو فرض کن رفت تو پاکت، درسته؟ حالا میمونه توپای رنگی. حالا به ترتیب امتیاز که توپ زرد توپ 2 پات میشه، توپ سبز 3 پات میشه، توپ قهوه‌ای 4 پات میشه، توپ 5 آبیه، توپ صورتی 6، توپ 7 هم پات میشه. حالا اینو بهت بگم، اینجا دیگه بازی تمومه. باهاش میگم بریک. اوکی، بریک 147. الان اگه توی یوتیوب هم بچه‌ها بزنید بریک 147 یه اسنوکر تهش بذارین، اصلا تو گینس ثبت میشه. شما اگر این کارو بتونی انجام بدی، بعد 15 قرمز با مشکی بزنی، خب این بالاترین امتیاز، کار فوق العاده است. حالا ما یه روانی داریم به نام سالیوان که این کار تو 3 دقیقه و 38 ثانیه انجام داده. ببخشید نه تو 5 دقیقه و 38 ثانیه این کار انجام داده. ببین گفتی هر قرمزو که میزنی یه رنگ و جایزه داری بزنی. خب آره میتونی انتخاب بکنی این 6 تا. ولی کسی که عاقل باشه هر دفعه صورتی با بدی رو میزنه یا اون موقع امتیازش یکیه؟ نه بستگی به پوزیشن داره. همینه که عدداشو که بهت گفتم. خب شما مهم اینه که چطوری بتونی که فریم رو بگیری، اون گیم رو ببری. خب حالا یکی همه رو با مشکی میزنه، یکی یه دونه قهوه میزنه. میگم بستگی به اینا به توپ. ایرادی که همه ایرانی‌ها دارن، چون از قدیم اومد، به این توپ سفید میگفتن پیتوک. آقا پیتوک برای روساست، اونا بهش میگفتن پیتوک، و پیتوک به معنای خطاست. اوکی
توپ سفید اسمش کیوباله، یعنی وقتی میگی بهش پیتوک وای میسه این ور نگاه میکنه. توپ سفید با منی؟ اوه فهمیدم. میدونی چی دیگه؟ آره این همچین چیزی چی بهش میگن عجیب غریبه. مثلا سریدی شنیدی، وگل شنیدی، اینا همه کلمات روسیه. چرا؟ چون موقعی که روس‌ها اومدن توی ایران میزاشون رو با خودشون آوردن، بازیاشون رو با خودشون آوردن. قدیمی‌ها این بازی رو بخاطر اینکه با روس‌ها بازی میکردن این توی ایران موند و بعد انقلاب هم که چی میگم مجوز گرفت همچنان خیلی میگفتن سریدی بزن وگل. در صورتی که اون کورنر پاک توپ دستی که به توپ میخورد میگفتن پیتوک، یعنی گند زدی. خطا. ها اوکی، ولی اینم نداره، اینم روسیه. فهمیدم. اوکی خطا. فول. حالا همون دیگه تموم شده رفت. خب و مثلا به توپا میگن شار، بابا اینا روسیشه، این توپ اسمش توپ، آقا توپ. بعد فکر می‌کنم چون بازیو بلده داره میگه به بقیه فخرم میفروشه. من خودمو کشتم. داشت من 4 سال تقریبا دارم این برنامه رو اجرا میکنم، اسنوکر شو. تقریبا وایتی رو بگم تو متوجه منظورم میشی چون یوتیوبری. من دیلی آپلودم. من 4 سال وای 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 وای. و اینا ما جا انداختیم که آقا کلماتو درست استفاده بکنین، فلان کنین، بیسان کنین، درست استفاده بکنین. پوستمون کنده شد. الان یه کوچولو خدا رو شکر خیلی کم میشنوم دیگه که از این کلمات روسی استفاده بکنم، مگر اینا که تازه اومدن وارد این ورزش شدن. بعد اینا که بازی میکنن، مثلا یارو که میگی رکورد داره تو 5 دقیقه این کارو انجام میده این حرفا، جایزه مایزه شون چیه؟ پول خوب میدن تو مسابقات یا نه خیلی بیشتر پوزدنیه؟ ببین نسبت به ورزشای دیگه کجاشو داری میگی، خارجی یا ایرانی؟ دفعلا خارجی. ایرانی که خب همه ورزش فقیره. اوکی ببین توی خارج همین کسی که بهت میگم که فکر کنم شاید اسمش هم به گوش تو خورده باشه، رانیو سالیوان. اوکی معروف ترین، بذار اینطوری بگم، این بازیکن اسمش از این ورزش بزرگتره. یعنی فکر کن مثلا مسی انقدر بزرگه اون ورزش رو به نام این میشناسن، فوتبال رو به نام مسی میشناسن، مثلا اینطوریه. خب توی ورزش اسنوکر دارم بهت میگم، اصلا این ورزش رو به خاطر این شخص نگاه میکنن. یعنی ببخشید الان مثلا داشتم یه اسنوکر دیروز نگاه میکردم، یارو زد بعد توپ آخرش وایساده بود جلوی در واقع پاکت اینجا بود، توپش اینجا وایساده بود، این یارو هم چیزش اینجا بود، توپی که بزنم اینجا بود، یعنی پق میزد میافتاد. و یه نگاه کردید خیلی آسونه، رفت اون ور میز زد، این ور رفت خود تو دیوار، رفت خود تو دیوار و برگشت خود تو این رفت افتاد تو. ببین اونا باند هست، کاشن هم بهش میگن، ولی باند هر در نظر بگیر. خب اونا رو دیوارهاشو بهش میگن باند. به اونا میگن تریک شات. اونی که مستقیم نمیزنه و نمایشی میزنه بهش میگن تریک شات. معمولا تریک شات و بازیکن‌ها توی زمانی که بردن دیگه خیالشون راحت بازی رو بردن میزنن و الا ضربات نمایشی خیلی وجود میخواد همچین کاری انجام بدی. همین رو میگم، من میگم جلوش بود دقیقاً، یعنی این شده بود که بدی من میزنم. باید ببینید چی بوده داستان، چون خیلی ها نمیدونن که مثلا آقا یه ضربه تو چه شرایطی بوده زده. معمولا تریک شاتو توی مسابقات نمایشی میزنن و به ما بازیکن‌های خوب داریم ها، هم اسنوکر هم بیلیارد جهانی داریم ها، بازیکن‌های خیلی خوب که عالی بازی میکنن. ما الان 2 نفر تو تور حرفه‌ای‌ها داریم، کلا 128 نفرن، 2 تا الان ایرانی داریم. بعد بیلیارد خیلی با اسنوکر فرق میکنه. اسنوکر تو باید تمرین وحشتناک زیاد داشته باشی و کسی که بیشتر تمرین کرده، تجربه بیشتری داره، آدز قهرمانیش بیشتره. ولی بیلیارد اینطوری نیست. مثال تو الان میری تو کانادا قهرمان میشی، قهرمان بیلیارد میشی، فرداش یه مسابقه شرکت میکنی تو آمریکا، از گروت هم بالا نمیای. فهمیدم. بیلیارد خیلی ورزش سختیه. من برای همه آدمی که مثال میزنم تو لول بالا دارم بهت میگم ببین مثل اینونه که تو رو با یه شیر روی میز 9 فوتی رها کردن، یا باید بکشیش یا خورده میشی. بخاطر این کوچکترین اشتباهی بکنی میبازی، کوچکترین اشتباه طرف تو آخرشو برات میزنه. من یه یارو بود نگاه میکردم چند وقت
مثلا میزد توپش میرفت اونو میزد بعد همون برمیگشت یکی دیگر رو میزد بعد این که میخورد توی توپی که داشت از این ور میومد میخورد. اصلا میگفتم چجوری تو این همه کارو داری؟ بعد مثلا یه ویدیو 2 ویدیو 100 ویدیو مثلا میگفتم مگه میشه و انقدر خفن باشه؟ میدونی چند بار میزنن سهیل پشت صحنه‌شو ندیدی به خاطر اینکه پشت صحنه اینا مثلا طرف شاید 200 بار زده. ما الان تو ایران هم داریم بچه‌ای که تریک شات میزنن 200 بار 300 بار اون ضربه رو میزنه. ببین از نظر نمایشی انقدر قویه قبوله، یعنی 300 بارم بزنی یه بار آخه قبوله. نمیزنه. مثل اینکه تو مثلا الان سوزن بگیر دستت، اوکی من هی اینطوری کنم بعد یه بار که میگیره همونو میذارم پستش میکنم میگم ببین دیدی چقدر قشنگ این کار کردم. میگم ولی انقدر کارش قبوله 300 بار امتحان کنی بزنی که به توپ اینجوری بتونی بچرخونی برگرده. میگی بابا دمت گرم یه بارم تونستی اینو بزنی. ویوهای وحشتناکی داره بیلیارد و اسنوکر. بعد تو ویدیو چجوری میذاری؟ از جای ور میداری ویدیو رو؟ اینا کپی رایت ندارن؟ ببین کاری که ما همین کار سختی کار ما اینه که به شدت ویدیوهای بیلیارد و اسنوکر کپی رایت داره. هنوز بعد 4 سال من ویدیوهام بعضی‌هاش کپی رایت میخوره. نمیدونم اونا که کپی رایت نمیخوره شاید به من میبخشه، میگه آقا این دیلی آپلود داره میره گناه داره. ولی همه‌شون چی میگم کپی رایت سنگین، یعنی اصلا از یه ثانیه میگذره میزنه کلشو بلاک میکنه و خیلی کار سختی دارم انجام میدم واقعا. به قول مهران مدیری ما پوستمون کنده شده. ولی خب من تو یوتیوب کل زندگیم تو یوتیوب اینا کانالایی هستش که برای فارسی زبان هاست، ولی خب خیلی کانال های یوتیوب دیگه دارم که دارم فعالیت میکنم روشون و به همه پیشنهاد میکنم که خیلی جالب آدما وقتی یه چیزی رو پیدا میکنن قایمش میکنن میگن که آقا دست زیاد میشه فلان، ولی یوتیوب این شکلی نیست. یوتیوب اینطوریه که شما من حتی جالب‌تر بگم مثلا به خیلی از رفقای بیلیارد باز اسنوکر بازم میگم بیاین شروع کنین، بیاین شما هم تو این بازی، بعد تعجب میکنن که این چطوری میگه ما هم بیایم تو بازی، مگه دست زیاد نمیشه؟ میگم آقا اصلا یوتیوب انقدر بزرگه که شما ما هممونم کل ایرانی‌ها هم بیان کانتنت درست بکنن باز کمه. راست میگی. یوتیوب خیلی جالبه این موضوعش. یوتیوب خیلی چیز عجیبیه، خیلی جالبه. من موقعی که میخوام ویدیو ضبط بکنم بگم سلام دارم واسه 4 میلیون نفر چیز میکنم، برنامه تولید میکنم. حالا از اون 4 میلیون نفر مثلا همون 40,000 تا رو فرض کن ویو میخوره، مثلا همه ببینم با هم دیگه، اصلا همچین چیزی نیستش. البته من ویدیوهای توی چیز دارم، توی یوتیوب بالای 100,000 تا هم دارم اوکی که خیلی عجیبه. خودم پشمام ریخته چطوری 100,000 تا میشینن نگاه میکنن، ما کل خانواده 10,000 نفریم چطوری میشن نگاه میکنن. ولی علی ای حال ولی اگه بیام تو همون اسنوکر سلام نکنم، ساکت بشین، البته انگلیسی هم صحبت کنم همینه ها، ساکت بشینم یا انگلیسی صحبت بکنم، اون موقع یه عدد شاید بگم بین 500 تا 1 میلیارد نفر نگاه میکنن. خیلی فرق قصه است و تو میدونی که درآمد یوتیوب به چه صورت به چه شکله. واقعا پیشنهاد میکنم به همه آدم ها بیاین یاد بگیرن یوتیوب رو. اتفاقا جالب، من امروز یه رفیقم اومد صبح دنبالم، رفتیم بیرون کله پاچه بزنیم. من که زنگ گفت کله پاچه میزنیم، گفتم نه. گفتش که گفتم ولی میام باد، گشته نیستم، میام اونجا با هم چیل کنیم. یعنی اون گفت بیا، گفتم شو. بعد که رفتیم با همین رو گفت اتفاقا من داشتم فکر می‌کردم که یه یوتیوب بزنم با خانومم، بشینیم با هم حرف بزنیم و هم ضبط کنیم. گفتم ببین الان تو یه دنیایی هستی که به نظر من همه آدما باید یه دونه کانال یوتیوب داشته باشن، یه دونم خانوما باید یه دونه کانال داشته باشن که عکس پاهاشون رو بذارن. برای اینکه بعد گفتش که یعنی الان خانوم تو عکس پاش هست؟ گفتم نه، خانوم من عاقل نیست. من بهش گفتم گوش نداد، گفت من حوصله ندارم. چون گفتم این چیزی که هیچکی نخواهد فهمید پای کیه، اون بفهمم مهم نیست، پاش گذاشت عکس گذاشته و امکان داره آپ تو ماهی 1 میلیون دلار درآمد داشته باشی از گذاشتن عکس پات. هفته یه بار باید بلند شی بری 4 تا مغازه کفش بپوشی، جلوی آینه عکس بگیری، خودت جوجو کنی، کلا یه 20 تا 30 تا عکس درست کنی، هر روز آپلود کنی، دان. خیلی کار ساده ایه. خب مردم تنبلن سهیل. خانم من تنبل نکرد. یوتیوب هم همینه.
الان یه تلفن میذاری میشی جلوت حرف میزنی، یهو دیدی از جزء بامزه ترین آدمای رو کره زمین در میای، یهو یه صدات خوبه فلان بسار، یا هیچی نمیشی 4 تا خاطره داری، 2 تا ویدیو داری نشستی با مثلا همین دختری که من باش 7 سال و نیم بودم، فکر کنم مثلا 2 تا ویدیو داشتیم میگفتم بریم ویدیو رو ببینین، مثلا جالب بودی، هیچیش الان بد نبود، همش جالب بود. اگه با هم بد بودیم میدیدی، اگه با هم خوب بودیم میگفتی پس الکی خوب، همه جوری جالب میبود و ضرری نداره. واسه همین الان هر کسی باید به قول تو این کارو بکنه و یه تستی بکنه، میذاری اونجا. سوال فکر می‌کنی خیلی‌ها به من میان میگن که ما می‌خوایم یوتیوب شروع کنیم، اولین سوالش هم من چیه؟ چی بذاریم اونجا؟ نه کاش اینو بپرسه که دستشو ماچ میکنه. چی؟ چقدر پول میده؟ نه من درآمدمو چطوری بگیرم؟ همین دیگه. میگم بابا تو هنوز جیمیل تو نساختی، هنوز کانال یوتیوب تو نساختی، رفتی حالا کار خیلی ساده ایه که پول تو چطوری نقد بکنی تو ایران. اوکی الان گیرت اونه، یعنی تو موضوع تو انتخاب کردی، ادیت هم کردی، الان فقط اینه که موضوع اینه که چطوری پول رو بگیری. 4000 ساعتت هم پر کردی فقط اصلا پول 4000 ساعت خیلی ساده است، پر کردن 1000 تا 4000 ساعت واچ تایم خیلی کار ساده، ولی آدم ها تنبل هستند. حالا جالب‌تر بهت بگم سهیل، من موقع یوتیوب رو شروع کردم که یه اتفاق بدی برای من افتاد، از نظر مالی خیلی تو مضیقه بودم، شاید باورت نشه ولی یوتیوب منو نجات داد. یعنی من تو بدترین شرایط ممکن، و این آدما باید یادشون باشن هیچ کسی تو این دنیا دلش برای تو نمیسوزه. آی ننه من غریبم، من رفتم دنبال یوتیوب و تو بدترین حالت ممکن یوتیوب به من پول داد، مزه کرد به من و تا تهش رفتم و دیدم این کار ارزشمنده. ارزش وقت گذاشتن. بعد به آدما بگی میگه آقا من دارم میرم سر کار فلان. آقا تو چقدر حقوق میگیری؟ 10 میلیون، 20 میلیون، 30 میلیون داری میگیری. شما همون وقتی که واسه کارت گذاشتی و برای یوتیوب بذاری، تو بدترین حالت با توجه به دلار 100 تومانی ما تو 3 برابر اون در میاری. و از همه مهمتر الان کانال بدترین کانال چقدر پول نمیاره؟ بگو بچه‌ها بدون، چون عدد بیشتر نمیتونم بگم. بگو بهشون چرا همه قایم میکنن. نمیتونم بگم. خب بگو چرا نمیگی. ببین یه چیزت بگم. چرا نمیگم؟ به خاطر اینکه راضی نیستی یا اینکه هیچ کس غیر از خودم نمیدونه. خب چرا این هست؟ چقدر در میارم. من اومدم کانادا، بذار من یه چیزت بگم. به من گفتن اجازه نداری، ولی اگه بخوای عددشو بدونی عدد خوبیه. به آخر چیزت بگم، چرا من میپرسی؟ سایت هست، اوکی، شما هر کسی که بخواد، من میخوام مثلا سهیل به میگه نمیگم، میگم سهیل من همین الان لینک تو رو میذارم تو 2 تا سایت دارم، خب حدودی بهم میگه که همینو میگم. مثلا وقتی یه چیزی به این راحتی هست کسی ازت بپرسه خب من چرا دوستان همه یوتیوبر، ببین هیچ کاری من تا حالا ندیدم یوتیوبری بیاد درآمدشو بگه. من ویدیو درست کردم گذاشتم کامل توضیح میدم، همه جا کلیک میکنم. نه بابا آره هستش یوتیوب. من یه ویدیو دیگه دارم بانکمو این کار فرق میکنه. ولی 6 ماه بانکمو دونه دونه میرم توش، همه رو میخونم، چه خرج کردم، کجا خرج کردم، تمامشو میخونم. ویدیوش هست الان. یه سوال، درآمد یوتیوب چقدر از پادکست؟ تو میگی گفتی دیگه بین 1500 تا 4000 دلار بالا پایین میشه. بستگی به ویو تو این داستانا داره. حالا آخه یه بحثی هست. تو این نکته چیه؟ نکته اینه که اگر شما این درآمد رو توی کانادا داشته باشی، حقوق یه کارمند ساده نرماله. آره. اوکی 4000 تا تو دارم میگم، خب آره. ولی 4000 تا رو اگر بیاری کف تهران خرج بکنی، الان میشه چقدر؟ ببین چقدر فرق قصهش. یعنی هر 1000 تا رو تو در نظر بگیر 100 میلیون، ماهی 400 میلیون تومان تو درآمدت کف تهرانه و واقعا خوب میتونی زندگی کنی. خوب هر جا دلت بخواد میتونی بری، هر کاری دلت بخواد میتونی. حالا کارهای درشت نمیتونی انجام بدی، نمیتونی هر دفعه بری باش ماشین بخری و خونه بخری، ولی بدون دغدغه و استرس میتونی کار بکنی. و ببین خیلی ها تنبلن و همشون سوالشون اینه ما از کجا شروع بکنیم، چطوری شروع بکنیم. آقا انقدر ایده هست، آقا انقدر ما ایده داریم، خب سردرد میگیری که آقا مگه میشه همچین چیزی؟ بابا من ایده اصلا چیزایی به ذهنم میرسه. نه نصف آدما کارشونه که یه ویدیو دیگه میذارن و فقط صورتشون پایین خودشم داره ویدیو رو نگاه میکنه، بعد ویدیو مثلا خدا پدر مادر تو بیامرزه اون یکیشه.
اون یکیشه. خب انقدر هست. خب حالا میگم سوال من با آدم ها میشینم بهشون حالا مشاوره میدم و این داستانه که آقا چیکار بکن چیکار نه، ولی 99% تنبلن. سوال من تو همون ایونتی یعنی که من دارم امسال بهت میگم آدما اومدن بهشون گفتم آدمایی که گفتم که آدمایی که ایونت میرن دمتون گرم دارین زحمت میکشین، ولی من فکر نمیکنم هیچ کدومتون بخواید موفق بشین. یعنی فقط گفتم 1% موفق میشین. من تا حالا یه دونه ایونت هم نرفتم. معمولا آدمایی که موفقن هیچ وقت ایونت نرفتن. مثلا منم هیچ وقت ایونت نرفتم. من هر وقت ایونت رفتم حرف زدم. تو SFU رفتم، توی کالج رفتم، تو دانشگاه رفتم، توی با همین داستان پوریا رو انجام دادیم. من هر دفعه که رفتم یعنی حرف زدم و هیچ وقت نرفتم ببینم یکی چی به من میگه. هر وقت مثلا بچه‌ها رفتم پرسیدم همش چرت و پرت بوده و وقتی دیدم چرت و پرت مثلا میگم آقا مثلا فلانی داره میاد او چی شد؟ گفت آره اینو گفت اونو گفت. بعد همش چرت و پرت بود و آخرش چیزی بفروشه و همیشه دزدیه. واسه من خودم نمیتونم باور کنم انقدر الان بورس همه دارن پکیج میفروشن. بعد به من درخواست میشه، میگن کاش تو پکیج میساختی ما پکیج تو رو میخریدیم. پکیج اقتصادی. اقتصادی شو. من تمام چیزام یه شو تایش داره. اسنوکر شو، بیلیارد شو، ریست شو. ریست شو دو جوره کار میکنه، هم شوه هم ریست. آره. شو آدم شو دستوریه. ببین تایش جنرال بگم تایش چیز نداره، تایش دبلیو نداره. آها فهمیدم. امر دستوریه. حالا اینم بهت بگم سوهل، من امسال تصمیمی که گرفتم چون خیلی از من میپرسن برای یوتیوب و این داستانا، من احتمالاً بخوام این کار انجام بدم برای داستان آموزش یوتیوب و این داستانا. ولی یه چیز جالب‌تر بهت بگم چیه، اونم اینه که یادم باید یک از دوستای دخترم صحبت می‌کردم، واقعاً هم دوست بودیم، این رابطه و این داستانا نبود. بعد یهو دیدم که اینا تو خودش یوتیوبش گفته اینو. بعد یهو دیدم غرق پابجیه. گفتم که اون موقع که حالا چی میگم مال خیلی وقت پیشه، میگم چرا دیگه الان این کار انجام نمیدم الکی، یعنی انجام نمیدم بدونی که مثلا کسی بیاد ازم بپرسه، دیگه به کسی مشاوره نمیدم بخاطر خیلی کار اشتباهیه. مثلا اینکه الان تو یه ارزی و مثلا میدونی سوهل آگاهی کامل داری میگی نیما مثلا برو چه میدونم مثلا برو اتریوم بخر، خب آگاهی کامل داری که الان روی $1000 این قشنگ $8000 رو میبینه، مثال دارم بهت میگم. خب ولی بیا بری بگی بعد نخرم خیلی زور بهت میاد. میگه ببین نگاه کن، فشار رو متوجه منظورم میشی دیگه. خب میگم کجا آدمیه. دقیقاً مال منم یوتیوب همینه. ولی ما با این دختر گفتیم که چیکار میکنه، گفتم داره پابجی بازی میکنه. گفتم که خب بلدی قشنگ؟ گفت شوخی میکنی با من، حرفه‌ای بازی میکنم. گفتم من شب میتونم بیام تو اون پلنتون فلان اینا منم بازی بکنم. من خیلی نرمال و نوب بازی میکنم ولی میفهمم که یه نفر بلده حرفه‌ای بازی بکنه یا نه. آقا ما شب رفتیم توی کلن اینا، دیدم اوه چه سمیه، چقدر دختر خوب بازی میکنه. و بهش گفتم که تو چرا اینو بازی رو تو یوتیوب نمیکنی؟ گفت یوتیوب برای چی؟ گفتم خب همین بازی که داری میکنی و یه دوربین بذار از خودت فیلم بگیر و بذارش توی یوتیوب، درآمد خوب. آقا ما اینو گفتیم، دختر زرنگ بود، حرف ما رو خرید، رفت سیستم خرید فلان شد، رفت یک اوجی گرفت، رفت با یکی معروفترین یوتیوبرهای ایران دوست شد، یک داستانه کلابریشن های عجیب غریب زد و اینا. من خیلی کیف کردم اون موقع، الان هم کیف میکنم. در کل اینو بهت بگم آدم های تیز و باهوش رو هوا حرفو باید بقاپن و برن دنبال این داستانا. من واقعا هرس میخوام. باز یه چیز جالب بگم، میخوای مثال خوب برات بزنم؟ آره. یه پیک موتور. آقا اصلا اینو من مهمون چی میگن سابسکرایبرای تو مهمون من، اوکی؟ یه ایده میخوام بگم چقدر ساده است. آقا پیک موتوری، کسی که پیک از این آقا چیز میکنه چی میگن بسته میگیره میبره یه جا بسته میده. آقا اون هم بیار، میدونم خیلی سختته، همینو به صورت لانگ و به صورت شورت اینو برای ما ولاگ درست بکن. ببین چقدر هیجانه. رفتم بشین روش حرف بزن، رفتم از یه خانومه گرفتم 5 دقیقه منو کاش. بعد از مثلا از مولا صدر میرفتم تجریش رفتم یارو با من بد صحبت کرد، مثال دارم. بعد دارکشم بکن، بشین
بشین گوشه خیابون، بعد تو راه کلی تصادف رخ میده، داستانه بشین گوشه خیابون ساندویچ بخور. آفرین. ببین نگاه کن، همین پیک موتوری. برای همین بهت میگم سهیل، من یکی میاد میشینه کنارم بهش مشاوره بهش میدم، مغزش سوت میکشه، میگه آقا ما این همه رفتیم اومدیم، بعد میاد چه تو میگه آبا کی حوصله داره این کارا رو بکن. خب کی حوصله داره این همه میری میای تایش خودو پاره بکنی میخوای ما 30 میلیون در بیاری؟ نه اصلا اونش نیست، این حرفت قبول دارم اما مشکلی که تو که آردی اونجایی. الان تو آرزوت بود تو اون پیکه بودی که مثلا ویدیو رو درست کنی، میگفتی من الان دقیقاً دهنم سرویس شما با کپی رایت دیل بکنم، باید ویدیو جدید باشه، یارو باید خوب بازی کرده باشه، بشینم نگاه کنم و یاد بگیرم بنویسم چی میخوام زر بزنم. تو 10 برابر بیشتر از اون کار کنی. تو که داری میری تو این موتوره، یک بلوب بذار ضبط کن. حالا من یه چیز بهترم بهت میگم. من یه آدمیم که به قول خودمون 2 سره 3 سره بار میزنم. اوکی یه دونه اینو درست کن، درسته؟ حالا بیا یه دونه دوربین اصلا به موتورت نصب کن، مثل GTA هست که تو خیابون راه میره. خب به موتورت وصل کن، اصلا نمیخواد حرفم بزنی اونم نمیتونی؟ اصلا یه دوربین 360 رو موتورت وصل بکن، آدما بتونن دور بزنن بچرخن ببینن. همین دیگه، از این آساده‌تر. تمام. ببین انقدر ایده هست، انقدر داستان هست، خب تمومی نداره. شما هر شغلی رو بگی بعد مثلا من نوعی یا خودت هستن بشین فکر کن وای سهیل بذار یه چیزی بگم کارت بده. من یه نفر آدمم، الان من هر ایده‌ای بدم کامنت پایین زیر نوشتیم چرا اگه انقدر پولش خوبه خوده بابا من دارم کارهامو میکنم. اوکی چیزی که حوصله‌شو دارم. ببین مثلا میمونه من سال 2004 5 که بیزنس فروش آنلاین شروع کرده بودم خیلی کم بود. من هر چی انتخاب میکردم میفروخت، هر چی. یعنی مثلا تو بریم مغازه، واقعا بریم مثلا مغازه بگی آقا این لیوان چنده، بگی $35 بعد لیوان معمولی مثلا $10، بعد تو اینو بخری بذاری اینترنت بگی $45 و هر وقت فروخت بری مغازه یه دونه 35 بخری بفرستی. اون موقع تو این لول کار میکرد، یعنی هر چی بود. الان تو باید صاحب کارخونه رو بشناسی بتونی جنس خودت تولید کنی، یا باید کارخونه اصلا مال تو باشه، یا راه سومی وجود نداره، از بین میری. پس الان برای آنلاین وارد شدن هنوز میشه، خیلی سخت تره. اون موقع هر کی فقط یه کامپیوترش میذاره. الان دنیای یوتیوب همچین چیزیه برای ایران حداقل. هر کسی که یه کاری انجام بده و خوب انجام بده، حالا خوب یعنی چی؟ خوب یعنی یه دید داشته باشه، نمیگم دید مثلا کارگردان فلان داشته باشه، یه دید خیلی آقا الان مثلا من اتاق اومدم 2 تا ویو نشون بدم، یه بار دارم میرم تو نشون بدم، یه بار دوربین بذارم برگردم بیرون دوباره بیام تو، مردم وقت درو باز میکنم ببینن. این فیلینگو قشنگ میکنه، 2 زاویه‌ای میشه. خب 2 یکی اینکه یاد بگیره، خودشو بهتر کنه، ویدیوشو نگاه کنه بگه آ این مثلا به نظر من از پایینش میاد قبقبم زیاده، ببرم دوربین از من بالاتر که قبقبم نشون بده تصویر قشنگ‌تر شه مثلا. حالا نور میتونه باشه فلان مثلا. 3 یه منطقی داشته باشه، مثلا همین که میگه آقا ویدیو من اینه که یه دوربین رام دلیوری میکنم 360 نشون میدم، قبول دیگه، لازم نیست دعوا توش نشون بده اینا. ولی اگه تصمیم گرفتی دعوای تو خیابونی دیگه باید فقط دعوای تو خیابونی باشه، یعنی اون چیزی که داری میگیری و باور داشته باشی. بگی آقا من به نظر من الان احمقانه از ویدیو تو خیابون، ولی یه ویدیو دیدم مال 50 سال پیش 80 سال پیش توی خیابون ولیعصر گذاشته داره میگیره و این انقدر قشنگ بود، حالا موقع خیابون پهلوی انقدر قشنگ بود، مردم رد میشن کلاهاشون فلان، چقدر خوب بود. پس این ویدیو یه روز ارزشمند میشه دیگه. تو هم با این منطق بگیر که من دارم اینو درست میکنم واسه بقیه در آینده ببینم، بتونم ببینن چطوری بود. من این فیلمو میخوام بگیرم، صدای مردم رو ضبط کنم جوری که حرف میزدن فلان بسا، و تو میتونی اینو استفاده بکنی. به نظر من الان ما در واقع تو نیما فکر کنم داره همین حرفو میزنه. ببین الان ما که قطع بودیم، من خود با نیما خصوصی حرف زدم راجع به چیزاش و خیلی انقدر یهو اصلا ایمپرس شدم، پراکور کم ریخت که این آدم اومده یه چیزی رو پیدا کرده، بعد میگه تو بدترین حالتم شروع کردم و دیده کار میکنه، هی ادامه داده، کانال دومشو زده، کانال سومشو زده، چندین تا کانال زده و هر کانال داره منطقه خوش میبره جلو. یکی هر روز، یکی یه روز در میونه، یکی هر وقت یه اتفاقی بیفته است، یکی داستان اونو داره و همه کانالش دارن با هم دیگه پول در میارن، کانالش هم دیگه رو ساپورت میکنن. یه چیزی که تو اون کانال یاد میگیره حتما میتونه تو 7 کانال دیگه‌اش استفاده کنه که اونا رو بهتر کنه و این باعث میشه که موفق بشه. نه به خاطر اینکه نیما خاصه، نیما دیده خاصی داره، یه فکر خاصی کرده، نه، برای اینکه نیما
داره میدونه که الان اگه بری یه دونه کوه پیدا شده، هر کی میره بیل میزنه توش، بیلو میاره بالا، توش احتمال داره طلا باشه. من رفتم 3 تا بیل زدم، نشستم دارم ساندویچ میخورم، نیما خوابش میاد داره هنوز داره بیل میزنه. خب obviously نیما بیشتر پول در میاره. این کارو من خیلی حال کردم که نیما داره این کارو میکنه و به نظر من بچه‌ها باید همه این کارو انجام بدن. یعنی همه باید دنبال این باشن که به قول نیما میگه آقا اگه داری تو ایران هر کاری داری میکنی، این یوتیوب هم بیار توش. چجوری تو میتونی ضرر کنی با باید بیاره اصلا بابا یه یارو هست اینجا دیگه میدم بچه‌ها نمیدونم چمن میزنه، خب کارش اینه بله. که چمن میزنه، دیگه نمیدونم چجوری توضیح بدم. بی‌نظیر درآمد اون برای ویدیوش پدیده است اون کار. چیکار میکنه؟ میره هر روز که میره، هر هفته که کار میکنه 6 روز میره کار میکنه. یه روز تو اون 6 روز که رفته کار کرده همه جا رفته اومده، یه سری خونه دیده که مثلا درب داغونن، درخت رسیده به فلان. روز هفتم میره اون خونه در میزنه، میگه آقا من اومدم چمناتو مجانی بزنم. یارو میگه داستان چی و اینا؟ میگه هیچی، من کار میکنم 6 روز هفته، تو هم داستان اینطوریه، 2 تا حالت داری، یا دیوانه ای یا پول نداری. من فکر نمی‌کنم دیوانه باشی، پس احتمالاً مشکل مالی داری، وقت نداری بهم برسی. من اومدم این کار واسه تو انجام بدم مجانی، هیچ چیزی هم نداره. دوربینشو میذاره شروع میکنه چمن زدن، دوربین میذاره چمن میزنه. ویدیوهاش بین 5 دقیقه تا 15 دقیقه است، ویو 20 میلیون 15 میلیون ویو میگیره. یعنی میره چمن میزنه، یا مثلا $30,000 $70,000 پول بهش میدن بخاطر اینکه رفته چمن زده، که اگه می‌خواست مخ یارو رو بزنه، یارو پول داشت $300 می‌خواست بگیره. روز اول پول بهش نمیداد. روز اول گفت ما که میریم چمن میزنیم، همه میرن چمن میزنن، ویدیو چمنشون رو میذارن، من چیکار کنم یه خورده جالب تر باشه؟ یه جای درب داغون میخوام. خب اونجا که درب داغونه که پول نداره به من بده، برای همین درب داغونه، خب پول نمیگیرم. و رسیده به این، یعنی هیچ جای به این تشویق نکرده که این کارو بکنه. اینجا که هست داره بهت پول میده، بعد یه ربع چمن بزنی، اینجا که چمنش خرابه به جای یه ربع بعد 2 ساعت چمن بزنی. پس یه آدم کارگر نمیخواد بره اون، میخواد بره این. اینجا که بعد 2 برابر 3 برابر کار کنی، پولم بهت نمیده، بس نمیخوام برم. میدونی هی تو بیشتر و بیشتر نمیخوای اون انجام بدی، ولی این رفته. همین داستانی که گفتی به یارو میگی یوتیوب بزن، میگه پولشو چجوری بگیرم. تو به فکر قدم 7 نباش، تو به قدم 1 و 2 رو انجام بده و ببین داستان همه جالبه. این یه چیزی خیلی چیزی که شاید کسی راجبش حرفی نزده، بذار الان اینو من بگم. هر کسی روش دوربین باشه مردم نگاش میکنن، هر کسی. سپور، پوتین رئیس جمهور روسیه، هر کی روش دوربین باشه برای تو جالبه که تو این صبح بلند میشه چجوری میره، یه نفر از هر دفعه میره دستشویی یهو مثلا ببخشید سنگین گوز میده و همین اصلا خنده دار میشه. تو منتظر نیما صبح بلند شه ویدیوشو تو توالت بذاره، دوربین بیرون، بعد صدای گوز بیاد بگه بازم گوز دادم، بابا من که دیگه لوبیا نخوردم. اصلا این میشه مثلا کل داستان که همه صبح میخوام ببینن ویدیو صبح نیما امروز گوز میده یا گوز نمیده. یعنی هیچ آدمی نمیتونه فکر کنه این بتونه برنامه بشه، ولی الان ما تو اراز زندگی میکنیم که الان جالبه. اگه 12 سال دیگه نیما این ویدیو رو بذاره هیچکی نگاش نمیکنه، حتی میگن اصلا چقدر آدم دیسکاستینگ، چقدر آدم کثیفی، حالمون رو به هم زد، این گوه چرا اینجاست. ولی الان روزیه که همه چی جواب میده، برای اینکه تا 10 سال 15 سال پیش خیلی قدیمی نیست. میدیا که میشه تلویزیون، میشه مجله، میشه وبسایت‌های CNN، جایی که میرفتی اطلاعاتی بخونی، چیزی ببینی، دست چند نفر آدم بود. 10 نفر، 20 نفر، 100 نفر، من نمیدونم چند نفر. ولی اگه خودش مافیا بوده، اصلا قوی ترین مافیا بوده، چون همه چی رو کنترل میکرده. چون توی ما که بچه بودیم میرفتیم مدرسه، راجع به جنگ به ما درس میدادن، میگفتن وقتی میخوای جنگ بکنی تمام پوینت اول جنگ اینه که بری صدا سیمای کشورها رو بگیری. اگه صدا سیمای کشور رو بگیری انگار جنگو بردی. میدیا انقدر مهم بود. خب برای همین دست یه آدم خیلی خاص بود و کنترل شده تو د مکس. برای همین توی ایران بر روسری سرد بکنی فوش نمیتونی بدی فلان فلان. کانادا مال خودشو داره، آمریکا مال خودشو داره، همه چی کنترل شده بود. بعد یه سری کانال‌ها اومدن مثل HBO و اینا، گفتن آقا ما پول میگیریم خودمون مستقیم با مردم صحبت میکنیم، مثلا ما نمیخوام قانون شما رو گوش بدیم، کسی میخواد بیا رو وبسایت ما مستقیم دیگه ما میتونیم توش فوش بدیم یا میتونیم دختر لخت نشون بدیم فلان بسا. یه خورده بازتر شد. بعد یهو یوتیوب اومد
که دیگه کامل باز شد. گفتن که آقا دیگه هر کی هر چی میخواد بذاره. خب پس ما اینو نداشتیم. این یک. دو، چون این تا حالا وجود نداشته الان همه چی جذابه. اگه من 20 سال پیش میرفتم به یکی از این رئیسای میدیا هر جای دنیا میگفتم آقا من میخوام یه ویدیو بذارم دم در توالت یه پسر به اسم نیما، چرا؟ چون این رفیقی میشناسیم گوزش بلنده، به نظر من این خنده داره. یارو منو از آفیسش با لگد مینداخت بیرون، دیگه هم جواب تلفن من نمیداد، میگم یارو دیوانه است. ولی الان ما داریم کسایی که مثلا میشینن جلوی داره آرایش میکنه، امروز صبح میخوام برم فلان جا بعد کافی بخورم، بعد قراره نیما رو ببینم، بعد میبینی 20 دقیقه ویدیو میلیون ویو داره. پس تو هیچ وقت با عقل منطقی نبود این کار کنه. الان مردم فقط خود دلشون میخواد بدون ببینن دنیا چیه، انقدر همه بسته شدن و انقدر همه فقط دروغ میگن و فیلم بازی میکنن. همین خود ببینن یکی میشه جلوی دوربین نگاه کن دختر خوشگلم دهنش کجا این ماتیکه اینو صاف میکنه، چه جالب. و هیچ وقت من فکر نمی‌کردم یه دختری باشه که بتونه با مکاپ انقدر خوشگل بشه حاضر باشه دهن کجش نشون بده. حالا هر کسی یه دونه نقطه اینجوری داره و الان دید داره. یعنی الان من یه ویدیو بذارم فقط بگم من و دخترم، یه کانال بزنم الان سوال اقتصادی بشه سوال اقتصادی و دخترش، و هر وقت دخترم میاد یه ویدیو با دخترم بگیرم، هر روز صبح یه 10 دقیقه هم حرف داشته باشیم امروز داریم مدرسه چطوره، بعد 10 دقیقه مدرسه برمیگه خب امروز مدرسه که چطور بالاترین بازدید یوتیوب برای یک دختر برای یه پسر بچه است. نه نمیدونستم. برای پسر بچه است، نمیدونم کاناداست یا آمریکاست، ولی همین اسباب بازی باباش براش میخره، اون بازی میکنه و فقط دوست دارم عددا رو ببینی. خب همین دارم بهت میگم دیگه. بیلیون میلیون نه بیلیون میبینن، خیلی عجیبه. خب الان من ویدیو بزنم با موموکو بیا عزیزم اونجاست. ای جونم چطوری؟ اینجا. خوبی؟ خب ای جونم. جواب بدی. مثلا میتونم یه ویدیو درست کنم همین با موموکو. بابا بله. امروز اولین روزی که پاسه برای من لیست درست کرده. لیست درست کرده؟ بله. تو لیست شما چی گذاشته؟ راستی دندونامو مسواک بزنم، دندونام مسواک بزنم. ورزش، Yeah, but only 2 things. فقط 2 تا چیز. بله. تمیزم باید بکنی. آفرین. الان لیستتو انجام دادی؟ اوکی پس میری انجام بدی من بیام ببینم حال کنم. صبحونه الان بخوریم. مامی برای من یک کرت کیوکامبر سالاد درست میکنم. اوکی پس خدافظی کن برو. خدافظ.